فرق بین خالق و مخلوق. سبحان الله. در ترس علما میگن از مخلوق اگر ترسیدی ازش متنفر میشید و پا به فرار میگذارید. محال است که از مخلوقی غیر از خدا بترسید آرامش پیدا بکنید. نفرت پیدا میکنید، پا به فرار میگذارید. چون این ترس طبیعی نیست. ترس از مخلوق سازگاری با سیستم بنده خدا ندارد. ترس از خالق است. اون در قالب خودش است. من و تو عبد خدا هستیم، ترس هم باید ترس خدا باشد. اینجاست که اگر عباد الله ترس از خدا داشته باشن به طرف خدا نزدیک میشن یا از خدا فاصله میگیرن؟ به طرف خدا نزدیک میشن، چون ترس طبیعیه. این ترس جریان ایجاد میکند که تو رو به خدا نزدیک بکند. سبحان الله. هرچی ترست، خوفت از الله بیشتر باشه، انست به الله بیشتر خواهد شد. میگن فلانی خدا ترسه، یعنی به خدا نزدیکه. ولی یه نفر خنجر گرفته دنبالت داره میدوه، ازش فرار میکنی، بهش نزدیک نمیشی، مانوس نمیشی، نفرت برات ایجاد میشه، چون ترس غیر طبیعیه. و این ترس محلی از اعراب ندارد. ترس غیر از خالق جز اضطراب، جز نفرت، جز ناامنی، جز پریشانی، جز پراکندگی، جز از هم فروپاشی چیز دیگر ندارد. ولی ترس از خدا نیروی تو رو جمع میکنه، توان تو رو یک جا جمع میکنه، از پراکندگی در میایی، به آرامش میرسید، احساس امنیت میکنید. همون که گفتم فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف و من یتوکل علی الله فهو حسبه. همه از قرآن بگیم، چرا از کسی دیگه بگیم؟ همش آیات توحیدیه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. سبحان الله. یک آیه دیگه میگه هر کسی خدا ترس باشه خدا ازش دفاع میکنه، اصلا وارد میشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا.